من حاضرم قسم بخورم، دستم رو قرآن بذارم که این 5 تا راهی که بهتون میدم قطعا برای ترک خودارضایی و پر جواب میده و فقط با گوش دادن و عمل کردن از لحاظ فکری، نه جسمی، فقط فکری، میتونید به راحتی برش غلبه کنید. یک، باید بدونین که شما 100% مسئولیت زندگیتون رو بر عهده دارید و شمایید که زندگیتون کنترل میکنید. هیچ وقت تقصیر بازیگرای پورن یا سایت های پورن نندازین. آقا به خاطر اون بازیگر، به خاطر این عکس اومد جلو چشم، به خاطر اینکه یه تبلیغ بد دیدم دیگه میرم میزنم، تقصیر اونه. نه، تقصیر خودتونه. باید همه چیزو گردن خودتون بندازید و مسئولیت زندگیتون به عهده بگیرید. دو، باید یک هدفی داشته باشه، یه چرایی قوی برای ترکش داشته باشه. شما بدون چرایی نمیتونید بذارید کنار. باید دلیل داشته باشه. آدم ها هر کاری دوست دارن انجام میدن و هر کاری دوست ندارین انجام میدن. من به شما قول میدم که شما دوست دارید پورنو خودارضایی ببینید. اگر به این حرفم باور ندارید، تایمی که تحریک شدید فکر کنید برای چی میخوام ببینم. یه حس درونیتون میگه حال میده. خب این حس رو شما باید به خودتون بگین که این اصلا حال نمیده و خودتون رو قانع کنین به صورت منطقی، نه فقط به صورت یه چیزی که تکرار بشه براتون. فقط منطقی باید خودتون رو قانع کنید و باید یه چرایی قوی داشته باشید. نکته سومش همین چراییه. باید چرایی خیلی قوی داشته باشی. آقا من اینو نمیخوام. اوکی، چی میخوای؟ تمرکزتو نبر سمت پول. نگو من نمیخوام بزنم، نمیخوام ببینم. بگو که من اینو میخوام. من میخوام مثلا هیکلم خفن بشه، من میخوام پولدار بشه. برای پولدار شدن باید این عادت رو بذارم کنار. دلایل منطقی برای خودت بیار و خودتو قانع کن. دلیل چهارم که عزت و نفس و اعتماد به نفستو هر روز افزایش بده و با خودت پازیتیو سلف تاک داشته باش، یعنی با خودت مثبت صحبت کن. همه رو دوست داشته باش. تمام عوارض پورن رو باید تو خودت برطرف کنی. یک، حولیت و ذهنیت منفی راجع به خانوما و خواستن چند همسری، چند رابطه داشتن، اینا همش اثرات پورنه. فتیش‌های مختلف رو حذف کنید و سعی کنید چشمی پاک و ذهنی پاک داشته باشی نسبت به جنس مخالف و اینو بدونین که دخترها قابل دستیابی هستن و شما لایقشون هستید، لایق بهترین دخترها هستین. همینطور که توی قرآن اومده که برای هر نری یه ماده‌ای هست و برای هر ماده یه نری. حالا من دقیق یادم نیست ولی همچین چیزی. گزینه پنجم، کارهای کوچیکی انجام بدید که باعث چه زندگیتون رو کنترل بگیرید و بدونید و به صورت منطقی با چشاتون ببینید که این ذهن شماست دست شما رو کنترل میکنه که چی سرچ کنه، چی سرچ نکنه، کجا بره، کجا نره. و این ذهنتونه که پاهاتون همه جاتون رو داره کنترل میکنه. فرق ذهنمون فرق واقعیت رو با خیال تشخیص نمیده و این نکته خیلی مثبتیه که میتونید در جهات خوب استفاده کنید. نکته بعدی باید بدونید که میتونید داشته باشید، میتونید اینو ترک کنید. راحته، ایزیه براتون، ساده است. شما میتونید، تواناییشو دارید به هر شخصی که بخوام تبدیل بشین، هر چیزی که بخوام داشته باشین و هر کاری دلتون بخواد انجام بدید. نذارید برده پورن بشید و اینو بدونید. الان که استرس داری نمیتونید با خانوم صحبت کنید یا یه خانوم میبینید یا شاید حالتون بد بشه، برای عوارض پورنه. پورن باعث شده که شما خانوما رو یه چیز دست نیافتنی تو ذهنتون بسازید، به صورت ناخودآگاه هم انجام میشه. من بهتون قول میدم چیز دست نیافتنی نیستن و مثل مردان، یعنی مردا خانوما هیچ فرق با هم دیگه ندارن، جفتشون این جنسیت متفاوتن و شما رو مردونگیتون کار کنید، رو خودتون سرمایه گذاری کنید و بدونید که میتونید غلبه کنید برش. میتونید داشته باشید، میتونید یه دوست دختر خوشگل داشته باشید. اینا همش عوارض پورنه که میگه نمیتونید. با ترک کردنش و همه چیز دست میابید. این 5 تا رو به صورت خیلی کلی باید بهتون، یعنی بازش کنم. 5 تا ویدیو شورت دیگه خواهم ساخت تو چنلم. بهتون قول میدم بعد دیدن این 5 تا که تایمتون هم نمیگیره، فقط با یه بار دیدن و عمل کردن میتونید به راحتی بذارینش کنار. من بهتون همینجا قول میدم، فقط یک کم وقت برای خودتون بذارید. من اینجا از سر دلسوزی اومدم
ویدیو بذارم، نه از سر چیز دیگه. موفق و پیروز باشید.